الرحمن الرحیم. در این جلسه قصد داریم که با ماهیت حساب‌های معادله حسابداری، یعنی دارایی‌ها، بدهی‌ها و حساب سرمایه آشنا بشیم. اما قبل از اینکه به بحث در خصوص ماهیت حساب‌ها بپردازیم، ابتدا باید یه آشنایی مختصری با حساب تی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که در آموزش جهت آموزش بهتر در حسابداری استفاده میشه حساب تیه. حساب تی به طور کلی میتونیم بگیم به مثابه یک ظرفیه که حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه به تفکیک داخل اون قرار میگیرن و هر حساب تی نشان دهنده یک دارایی یا یک بدهی و یا حساب سرمایه خواهد بود. به طور کلی حساب تی رو با توجه به اینکه شکل شبیه تی انگلیسی به این نام میخونن و شامل 4 قسمته. نام حساب که مشخص میکنه که اون حساب ما چه حسابیه، مثلا وجه نقد، اساس ملزومات یا حساب پرداختنی. سمت راست رو اصطلاحاً بهش بدهکار میگن و سمت چپ رو بستانکار. و بر اساس اینکه حسابمون از چه نوعیه، یعنی دارایی، بدهی و یا سرمایه باشه، دارای مانده خواهد بود که این مانده میتونه بدهکار باشه و یا اون مانده‌ای که ما داریم مانده بستانکار باشه. خب برگردیم سراغ بحثمون که ماهیت حساب‌ها بود. برای بررسی ماهیت حساب‌ها ما میتونیم از 2 دیدگاه اون رو مورد بررسی قرار بدیم، یا بر اساس شخصیت واحد تجاریمون که شخصیت حقوقیه و یا بر اساس معادله حسابداری که همون دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه. اگر ما بخوایم ماهیت حساب‌ها رو از دید شخصیت واحد تجاریمون، یعنی همون شخصیت حقوقی، مد نظر قرار بدیم، منابعی وارد این شرکت یا همون شخصیت حقوقی خواهد شد که شرکت نسبت به کسانی که این منابع رو در اختیارش قرار میدن بدهکاره و کسانی که اون منابع رو در اختیار شرکت قرار میدن نسبت به شرکت بستانکارن، که اشخاصی که این منابع رو قرار میدن میتونه مالک شرکت باشه یا همون سرمایه گذاران و سهامداران شرکت که گفتیم حق یا ادعای اونها رو اصطلاحاً بهش سرمایه میگیم. پس یکی از کسانی که نسبت به شرکت حق یا ادعا داره و بستانکار از شرکت به خاطر منابعی که در اختیار شرکت قرار داده همون مالک شرکته. گروه دومی که نسبت به شرکت بستانکار محسوب میشن کسانی هستند که اعتبار میدن به شرکت، مثل بانک‌ها و طلبکاران شرکت. گفتیم حق یا ادعای مالک رو اصطلاحاً بهش سرمایه میگیم و کسانی رو که منابع در اختیار شرکت قرار میدن غیر از مالکین رو اصطلاحاً بدهی. بنابراین حساب‌های سرمایه و بدهی دارای ماهیت بستانکار هستند، چون نسبت به شرکت اینها بستانکارن و
حساب‌هاشون هم نسبت به شرکت دارای ماهیت بستانکاره، بنابراین حساب سرمایه و بدهی دارای ماهیت بستانکار خواهد بود. در عوض این منابعی رو که شرکت از مالک و اعتبار دهندگان کسب میکنه برای خرید دارایی‌ها هزینه خواهد کرد و صرف میکنه. بنابراین دارایی‌ها نسبت به شرکت دارای ماهیت بدهکار هستند، یعنی دارایی‌ها رو میتونیم بگیم که به شرکت در اصل بدهکار هستند و شرکت قراره که از منافع اونها استفاده کنه. پس اجزای معادله حسابداری به این شکل شد که دارایی‌ها دارای ماهیت بدهکار و سرمایه و بدهی دارای ماهیت بستانکار هستند. اما اگه از دید دوم بخوایم ماهیت حساب‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم، گفتیم دیدگاه دوممون بر اساس معادله حسابداریه. میدونیم که معادله حسابداری برابر با دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه. و اگه برگردیم سراغ اون حساب تی که قبلا گفتیم و ملاک حساب تیمون و شاخصش همون قسمت تساوی باشه، دارایی‌ها در سمت راست این حساب تی قرار میگیرن و بدهی و سرمایه در قسمت چپ. گفتیم که سمت راست حساب تی رو اصطلاحاً بهش بدهکار میگیم، پس دارایی‌ها بدهکار خواهند بود و دارای مانده بدهکار و حساب‌های بدهی و سرمایه دارای مانده بستانکار یا ماهیت بستانکار خواهند. پس افزایش حساب‌های دارایی رو چون بدهکارن ما در قسمت بدهکار اونها ثبت می‌کنیم و افزایش حساب بدهی و سرمایه رو در قسمت بستانکار حساب تی. به طب وقتی که افزایش دارایی‌ها در قسمت بدهکار ثبت میشه، کاهش در داراییمون در قسمت بستانکار. و وقتی که افزایش در حساب بدهی و سرمایه در قسمت بستانکار ثبت میشه، کاهش در حساب بدهی و سرمایه در قسمت بدهکار ثبت خواهد شد. پس دارایی‌ها افزایششون در سمت راست یا همون قسمت بدهکار خواهد بود و بدهی‌ها و حساب سرمایه افزایششون در قسمت بستانکار یا سمت چپ حساب تی خواهد بود.